این زن با یه موز از همون بیرون میاد و میبینه یه دزد داره جواهراتشو میدزده. زن موز استفاده شده رو به پشت دزد فشار میده تا دزد فکر کنه زن اسلحه داره. بعد زن با در دو قابلی صدای اسلحه در میاره تا دزدو بترسونه. بعد سری دزدو میندازه روی تخت و به دستاش دستبند میزنه و به پلیس زنگ میزنه. اما در همین لحظه گورگلی هم دست دزد زنو میبینه و میدوه داخل دستشویی و با یه حوله سوراخ توالتو میبنده و آبو باز میکنه. بعد از خونه میره بیرون و زنگ درو میزنه. وقتی یعقوب گلی میاد جلوی در، گورگلی بهش میگه اون همسایه طبقه پایینیه و آب دستشویی یعقوب گلی نشتی داره. گورگلی سری میره سراغ همدستش و آزادش میکنه. اونو گاف صندوق یعقوب گلی رو برمیدارن تا بدزدنش. اما یعقوب گلی دوباره با موزش میاد تا جلوشونو بگیره. اونا یعقوب گلی رو مسخره میکنن اما نمیدونن که یعقوب گلی فقط داشته وقت تلف میکرده تا پلیسا برسن، چون